عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دوستان بزرگوار. نیما چاپی هستم، مدرس دوره ارزهای دیجیتال و این افتخار رو کسب کردم که آموزشی رو تحت اختیار شما عزیزان قرار بدم که نحوه سودسازی و پتانسیل رشد در بازار رمز ارزها رو به شما اثبات کنم. دوستان، بازار رمز ارزها سود خیلی زیاد به ما میده. 50%، 100%، تا 200% و بعضی موقع هم تا 1000% سود ما میتونیم از این بازار کسب کنیم. 1000% سود در یک ماه. خب داخل هر بازاری همچین سودی وجود نداره. شاید هم به تناسب مثلا کمتر باشه داخل هر بازاری. دوستانی که داخل زمینه فارکس هم که فعالیت میکردن جدیدن خیلی به بازار رمز ارزها علاقه پیدا کردم و سویش کردم داخل این بازار، چون واقعا میزان سودسازیش خیلی بالا هست و اینکه فرق زیادی که بین بازار رمز ارزها و فارکس وجود داره اینی که یک سود بالا میده، دو در ازای پولی که شما پرداخت میکنید در اصل یک پول رمزنگاری شده رو به شما میده. توی بازار فارکس شما در اصل دارید یک شرط بندی میکنید، ولی داخل بازار رمز ارزها، حالا به غیر از بازار فیوچرز، بازار اثبات بازاری هست که شما یه ارزی رو میخرید، یعنی انگار مثل یک سهامه، مثل یک ورقه سهمه که شما اینو میخرید و میتونید حتی از اون صرافی هم خارج کنید و داخل یه ولت نگه دارید برای خودتون. خب ما به شما یاد بدیم که بتونید این ارزهای دیجیتال رو خرید و فروش بکنید و ترید بکنید رو اینها. بازار کریپتوکارنسی یا رمز ارزها بازار 24 ساعته هست که بر اساس عرضه و تقاضا هست و با ساده ترین اندیکاتورهای تحلیلی هم شما میتونید بهترین نوسانات رو کسب کنید و بهترین سودا رو کسب کنید. سیستم تحلیلی داخل این بازار، ابزار تحلیلیش رو تکنیکال هست که ما روی این رو بازار رمز ارزها با این ابزار کار میکنیم، همون ابزار عادی که داخل بورس ایران، داخل فارکس و داخل بورس نازدک، مثلا بورس نیویورک، هر جایی که باشه همون ابزار مثل RSI، ابر موکو و سایر ابزار هست که ما داخل طول دوره به شما ابزارهای فوق‌العاده حرفه‌ای که مختص به این بازار هست و آموزش میدیم که شما بتونید باهاش سیگنال خیلی خوبی رو برای خودتون صادر بکنید. خب دوستان، الان من صرافی رو آوردم بالا. این صرافی بایننس هست. چرا بایننس؟ بایننس یه صرافی فوق‌العاده معتبر و ایمن هست. داخل بازار رمز ارزها ما چیزی تحت عنوان کارگزاری نداریم یا بروکر. به اینا میگن صرافی، اکسچنج میکنن و صرافی های بازار رمز ارز کارمزدشون از تمام کارگزاری های بورس فارکس کمتره. 0.2% هست کارمزد معاملاتش که این کارمزد به مراتب خیلی کمتر از حتی بورس ایران، بورس ایران و فارکس که حالا خیلی من حالا خودم فارکس زیاد کار نکردم، ولی خب خیلی میدونم که از لحاظ کارمزدش حتی بعضی موقع به 2% هم میرسه و این همین علت خودش باعث شد که خیلی از عزیزانی که فارکس باز قدیمی هم هستن فارکس رو ول کنن و وارد بازار رمز ارزها بشن و بتونن اینجا نوسان بگیرن. خب دوستان، من میخوام به شما نشون بدم که بازار رمز ارزها پتانسیل رشدش چجوریه، چقدره، چند درصد در ماه میتونه به ما سود بده. مثلا اگه من 100 میلیون تومن وارد همچین کاری بکنم، وارد بازار رمز ارز کنم، داخل یک ماه به طور میانگین من چقدر میتونم سود کسب کنم؟ خب ببینید دوستان، بازار رمز ارزها چون بر اساس عرضه و تقاضا هست، اولا که از لحاظ تحلیلی، پس ما به راحتی میتونیم اینو تحلیل بکنیم که میدونیم در یه نقطه باید بخریم، در یه نقطه باید بفروشیم. حالا بر اساس الگوهای قیمتی، حرکات قیمتی
یا کندل استیک ها یا که بر اساس اسیلاتورها یا اندیکاتورها یا الگوهای مثلا مثلث، هر الگویی که وجود داره، الگوی هارمونیک، ما میتونیم کاملا بر اساس علم تحلیلی که خودمون بلد هستیم این کار انجام بدیم که ما داخل طول دوره تمام ابزارهای تحلیلی که خیلی بیشتر داخل این بازار ازش استفاده میشه رو به شما آموزش میدیم. حالا خیلی از دوستان هستن که داخل این بازار، داخل حالا بازارهای دیگه، ابزارهای تحلیلی رو کاملا بلد هستن و اینجا میتونه بهشون کمک بکنه و دوستانی هم که بلد نیستن هم ما بهشون آموزش میدیم که بتونید با همون ابزار تحلیلی شما بتونید وارد بشید و انشالله سود خیلی خوبی هم بتونید کسب کنید. خب دوستان، من الان میخوام به شما نشون بدم که میزان سود و پتانسیل رشد داخل این بازار چجوریه. خب صرافی بایننس رو آوردیم بالا. در قسمت مارکت، من قسمت مارکت رو باز میکنم، اجازه بدیم تا قسمت مارکت کاملا برای ما لود بشه. توی قسمت مارکت ما اینجا به غیر از حالا ما بیشتر از دوستان هستن که ارز بیت کوین رو میشناسن. ارز بیت کوین اولین ارز رمزنگاری شده بود که یک روز قیمتش زیر $1 بود که الان قیمتش تقریبا به اگه ما اینجا ببینیم قیمتش تقریبا به $11350 رسیده که واقعا اگه ما به دید سرمایه‌گذاری بلند مدت هم به این قضیه نگاه می‌کردیم می‌دونیم که واقعا تا الان سود فوق‌العاده سنگینی به ما میدن، واقعا سنگین. خب دوستان، ما ادعا داریم که داخل این بازار میتونیم تا ماهانه 1000% هم سود بگیریم، یا 1000% یا نزدیک به 1000% میتونیم سود بگیریم، یا حتی زیر یک ماه. خب من میخوام اینو به شما ثابت کنم. اولین چیزی که من میخوام به شما نشون بدم یه سود منطقی و معقول داخل این بازار هست. من اول میام روی قسمت BTC مارکت و ارزهایی که با بیت کوین میشه اونا رو خرید. مثلا ارز لینک رو میام انتخاب میکنم، روی گزینه ترید میزنم. خب ارز لینک یعنی ارز لینک رو ما حالا با بیت کوین میتونیم اینو بخریم، با ارزهای دیگه هم میتونیم بخریم ولی خب با بیت کوین بهتر. و ارز YFI من این رو هم میام باز میکنم. خب اجازه میدیم تا این صفحه کاملا لود بشه. عذرخواهی میکنم، من خورده سرعت اینترنت ها ضعیف هست. صبر میکنیم تا این باز بشه کامل. خب الان دقیقا این صفحه برای من باز شده. اینجا یه پنل معاملاتی هست که ما سمت چپمون اینجا اوردر بوک ها رو میبینیم که داخل این اوردر بوک میزان عرضه و تقاضا دقیقا اینجا ثبت شده. هر مشتری که میخواد اینجا بخره و مشتری که اینجا حالت عرضه گذاشتن یا اوردر گذاشتن یا سفارش گذاشتن. خب کاری به این قسمت ها نداریم. توی دوره آموزشیمون تمام این قسمت ها رو به شما آموزش میدیم. من فقط ابزار تحلیلی رو باز میکنم که یه چیزی فقط به شما من نشون بدم. ببینیم دوستان، ابزار تحلیلی نمودار بر اساس کندل استیک ها هست که بیشتر دوستان دیگه آشنایی دارید با این نمودارها و حالا اندیکاتورهایی که ما بهتون آموزش میدیم توی طول دوره که مختص بازار رمز ارزها هست که باهاش میتونید سیگنال های فوق العاده خوبی رو برای خودتون صادر کنید. ببینید دوستان، داخل این نقطه ببینید، من اینجا اگر من داخل این نقطه این ارز رو میخریدم و در این نقطه این ارز رو میفروختم، آیا به من چقدر سود میده؟ فرض بفرمایید من اینجا خریده باشم، اینجا ورود کردم، یعنی درسته، اینجا خروج کردم، میخوام ببینم که چند درصد میتونسته من سود بده. خب پس ما میگیم اگر اومده باشیم اینجا داخل این نقطه این ارز رو خریده باشیم،
و در این نقطه این ارز رو فروخته باشیم. من دقیقا از این نقطه میام میکشمش که کاملا گویا باشه. خب دوستان الان میبینید من در این نقطه فرض کنید وارد شدم، در این نقطه خارج شدم، تونستم یه نوسان 175% رو بگیرم. واقعا خیلی خوبه. 175% با علم تحلیلی که خودم دارم تونستم کسب کنم. تایم فریم من الان تایم فریم 4 ساعته رو داره نشون میده. حالا ما برامون مهم هست که این درصدی که به ما داده دقیقا داخل چه مدت زمان بوده. من میام مدت زمانش رو هم برای شما دوستان عزیزم مشخص میکنم. میام اینجا دقیقا همون نقطه‌ای که اومدم این کادر رو کشیدم تا بالا، تا همینجا. اوکی. ببینید دوستان من اینو میارمش این گوشه که بهتر بتونیم ببینیم. اینا رو هم میفته، رنگش چیز میشه. خب دوستان ببینید دقیقاً من اینو یه بار دیگه بیارمش سمت خودش، من یه بار دیگه بکشمش اینجا. خب اینو هم درست کنم. حالا ببینید دوستان دقیقاً موازی خودش که من بذارم دارم من میگه که داخل 19 روز و 20 ساعت که ما میگیم 20 روز من تونستم داخل 20 روز اگر در این نقطه وارد میشدم، در این نقطه خارج میشدم، که حالا من میام با خطای استاتیک هم نشون بدم. من اگر در این نقطه وارد میشدم، در این نقطه وارد میشدم، در این نقطه خارج میشدم، تونستم تقریبا 170% سود بگیرم داخل 19 روز 20 روز داخل 20 روز من داخل 20 روز تونستم چقدر سود بگیرم؟ داخل 20 روز تونستم 170% سود بگیرم. خب این یه سود منطقی و معقول داخل بازار رمز ارزها هست. دوستان بازار رمز ارزها یا حالا به دیجیتال هم معروفه، فرق نمیکنه. حالا من میخوام دوستان ادعای خودم رو به شما ثابت کنم که چجوری داخل یک ماه میشه تا 1000% یا نزدیک به 1000% پول خودمون رو سود کنیم. خب الان شما ببینید اگه داخل همچین معامله 170% اگه من 100 میلیون تومان آورده باشم، هولوش مثلا حالا با 300 میلیون تومان 350 میلیون تومان سود خارج میشم، یعنی 250 میلیون تومان سود خالص داره من میده که حالا من دارم اینو به ریال حساب میکنم. حالا اگر من بخوام داخل یک ماه نزدیک به 1000% سود کنم، من میام اینجا یه ارز دیگه هم دوستان باز کردیم اگر خاطرتون باشه، YFI در مقابل بیت کوین. اجازه بدید تا این صفحش کاملا لود بشه. صفحه داره آروم آروم لود میشه. من خورده سرعت اینترنتم ضعیفه که اینم از شما دوستان محترم عزیزم عذرخواهی میکنم. خب دوستان دقیقا قسمت معاملاتی این ارز رو که ما داریم میبینیم، یا که اینجا هم میتونیم ببینیمش، این ارز رو قسمت معاملاتش ما داریم میبینیم، اوردر بوکار داریم میبینیم یا سفارشات خرید و فروش که ما کامل داخل دوره آموزشیمون تمام قسمت های این وبسایت رو به شما آموزش میدیم و نحوه ترید کردن و کسب سود به دلار رو کاملا به شما آموزش میدیم. بهتون یاد میدیم که چجوری بتونید ریال وارد بکنید و به دلار بتونید خارج بکنید از این صرافی.
یعنی ریالتون رو وارد میکنید اینجا، تبدیل میکنید به دلار، خرید و فروش میکنید و مثلا $1000 آوردید، مثلا تبدیل میکنید به $4000 و 4000 تا که بخواید بردارید، ما کامل اینا داخل دوره آموزشی به شما آموزش میدیم. من اینو برای خودم کشیده بودم، میخوام از اول برای شما بکشم. دوستان ببینید الان اینه که دیگه از ارزها هست. من اینجوری میکنم تا ابزار RSI محو بشه. ببینید دوستان، فرض بفرمایید این نقطه رو میبینید، من میام اول یه دونه خط براش میکشم. فرض کنید داخل این نقطه من یه ارزی رو، همین ارز رو خریدم، در این نقطه فروختم. خب میخوام ببینم اگه من در این نقطه خریدم، در این نقطه فروختم، چقدر به من سود داده. من میام حساب میکنم اینجا از نقطه‌ای که خریدم، یعنی از کندلی که خریدم تا کندلی که حالا اومدم فروختم، میکشونمش دقیقاً تا قسمت شادو. خب دوستان ببینید تقریبا نزدیک 800% اومده به من سود داده. 800%. هیچ بازار دوستان همچین سودی واقعا نمیده. اگه ما ادعا میکنیم که تا 1000% شما در ماه میتونید سود بگیرید و واقعا دارید میبینید یه چیز واقعی هست، تا 800% سود داره ما میده. الان رقم 794%، یعنی نزدیک به 800% به ما داده. حالا این برای من مهمه داخل چقدر وقت همچین سودی داده. بازم تایم فریم من اینجا روی 4 ساعته. من میام دقیقاً همینو حساب میکنم که تو چه زمانی به همچین تارگتی رسیده. میارم شاله خور بالاتر که بتونیم ببینیم. داخل 16 ساعت و 16 روز و 8 ساعت، داخل 16 روز و 8 ساعت تونسته همچین نوسان پرقدرتی رو من بده. پس ببینید دوستان زیر یک ماه من تونستم تا 800% پول خودم رو سود کنم. یعنی اگر من 100 میلیون تومان خودم رو تبدیل کنم به دلار وارد اینجا بکنم، تقریبا میتونم با 1 میلیارد تومان خارج بشم از این ارز، با 1 میلیارد تومان خارج بشم داخل 16 روز. پس هیچ بازاری نیست داخل دنیا که همچین سودی رو بخواد به ما بده. پس این ادعای ما بیخود نیست. ما خودمون از این سودا دوستان خیلی کردیم و داخل دوره آموزشیمون دقیقاً نحوه پیدا کردن سیگنال‌های خوب رو به شما آموزش میدیم که شما بتونید سیگنال‌های پرقدرتی رو برای خودتون صادر بکنید. چه سیگنال‌های منطقی مثل این که بخواد تا 174%، 150%، 200% بخواد به ما سود بده، چه سیگنال‌های شارپی که بخواد تقریبا تا 800% به ما سود بده. ما داخل دوره آموزشیمون همه اینا رو کاملا به دوستان میگیم که ایشالا به امید خدا بتونید سودای خیلی خوبی رو برای خودتون رقم بزنید و سرمایه‌تون رو از حالت ریالی بتونید یه کاری کنید که به دلار بتونید پول در بیارید و دلار هم با اینکه حالا ارزش خیلی زیادی پیدا کرده بهتره که ما درآمدمون کلا به دلار باشه. ما دقیقاً اینا رو به شما آموزش میدیم و امیدوارم که واقعا لذت برده باشید تا همین جایی که من خدمت شما گفتم. دوستان انشالله به امید خدا من آرزوی سلامتی و تندرستی براتون میکنم و انشالله همیشه پرسود و موفق باشید. خدا یار نگهدارتون.